بریم برای تحلیل بیت کوین. تایم فریم 1 ساعته هستم. همونطور که میبینید دیروز توی این نواحی من بیت کوین رو تحلیل کردم و گفتم اگر شکست پرقدرتی رو ایجاد کرد میتونید تو پول بک به این ناحیه وارد شید و تارگتتون هم محدوده 84686 باشه که خیلی حمایت مهمیه و دقیقاً میبینید که قیمت این ناحیه رو نتونسته رد کنه و دوباره به سمت بالا حرکت کرد. در حال حاضر بیت کوین تو روند صعودی قرار داره تو کوتاه مدت، اما نباید شتاب زده عمل کنید یا یهویی وارد پوزیشن بای بشید. بعد اجازه بدید تو اصلاح ها وارد پوزیشن بشید. این خط روند رو میتونید تو تایم فریم 1 ساعته بر خودتون رسم کنید که حمایت مهمی هست. اگر قیمت برگرده و به این ناحیه پول بک بزنه موقعیت خوبی برای خرید هست که میشه تقریبا اعداد 87363 تا 87056. من اینا رو نسبی دارم میگم، به صورت محدوده دارم میگم. بازم بعد خط روند رو بکشید، ریاکشنش رو به خط روند ببینید، بعد وارد بشید. اگر توی نواحی کندل برگشتی، الگوی برگشتی، کندل قوی دیدید میتونید وارد بشید و تارگتتون محدوده 89485 و تارگت بعد 89826 باشه. این نواحی هم نواحی مقاومتی مهمیه که ممکن دوباره قیمت از این ناحیه مقدار ریزش کنه، چون در گذشته این ناحیه خیلی قیمت بهش ریاکشن نشون داده و نتونسته ردش کنه. اما اگر قیمت ریزش کرد و اومد این خط روند رو شکست، تو پول بکش میتونید وارد شید اگر شکستش قوی باشه. تارگت اولتون میتونه محدوده 86465 باشه و تارگت دوم محدوده 85424. تارگت سوم 84995. باید این شکست که تو خط روند رخ میده باید قوی باشه و با کلوز مناسب این شکست صورت گرفته باشه. حتما تاییدیه لازم رو برای ورود به پوزیشن داشته باشید.